بریم سراغ سنباده. الان چقدر گذشته؟ دقیقه نکش. چقدر گذشته که داری سنبادش میکشی؟ بکنم یه 3-4 ساعت گذشت نگذشت. 2 ساعت مطمئنم ولی 3 ساعت نه. خشکه. خب خوبه. وای صداش خیلی رو اعصابه. به چه رنگی. خاطر که محمد آقا داره رنگ میزنه من نمیتونم بذارم دوربین رو کار باشه مراحل ببینید. محمد مشغول رنگ زدن اون قسمت هاست، منم دارم این گوشه ها رو میزنم. حالا ظریف کاری با بند است. خب دیگه دوربین رو قطع کنم که تر نزنم. به 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 محمد آقا دست شما درد نکنه. بذاریم اون بالا خوش بشه. فکر کنم اون بالا بازم بخواد محمد. اون بالا که یه دست بیشتر نزدیم و دم نوارو. گوشه ها شاید. آره به نظر من که حتمیه. حتی حالا باید خوش بشه. محمد داری چی کار میکنی؟ این قارچا چیه؟ چجوری به مغزت خطور کردی نه اینجوری بذاری تو اینا؟ نه کفی حموممون بود تر زدی توش. اینا این دستگیرهای کموده. چه بامزه کردی این کارو. خیلی غریب. چه عجب یه ابری اومد تو آسمون. دهن این گلمولای من سرویس شد. این مدت که همش میخواستم تنجه گلا رو بکارم همش آفتاب گرم بیچاره شدم. چی میخواستم بهتون بگم؟ میخواستم کانزرواتوری بهتون نشون بدم و اینکه تو ویدیو قبلیه من دارم میگم که ما مهمون داریم، مهمون برای هفته بعدمونه، ولی الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم ما فردا نمیان خونه ما، ولی این هفته هم مهمون داریم. پانینا دارن میان و خیلی خوشحالم. ببین اینجوریه این خونه دیگه همش اینجوریه که هی مهمون هی میره و میاد. بریم کانزرواتوری بهتون نشون بدم. خدمتون که عرض کنم خوب چیزی شد. خوب فقط اون گوشه ها مثل این که باز یه کوچولو رنگ میخواد، ولی به نظر من خیلی خوبه. امروز دیگه اینجا رو ترتمیز کنیم. پانینا میان مساعد باشه برای نشستن. بلی خیلی خوشگله. قربونت برم. آقا من متوجه شدم که اینجا یه جونوری داره. اون روز این گلدونه خورده خاکش جا به جا شده بود و چند روز پیشا یه جای دیگه یکی از این اطلسیا اینجوری با بوته افتاده بود بیرون. ایشالله که خیره. نمیدونم چه جونوریه ولی این چیه؟ داره وا میشه. چه بامزه است. خیلی کار دارم. این گلام وا نمیشن. چشمم بهتون خوش شد لامصبا. امروز ما باید آشغال ماشغالامون رو جمع و جور کنیم که مهمون میخواد بیاد، اینجوری کثیف نباشه. راستی این بنفشه فرم دیدین؟ بهتون نشون بدم. بذر بنفشه فرو توی فروشگاه سارگل که برای ایرانه برای فروش دارم. خیلی خوشگله. رنگاش هم میکسه. اسم فروشگاه اومد. نمیدونم گفتم اینجا یا نه. من 2 تا فروشگاه دارم. یه دونه تو اتسیه برای بچهای انگلیس و اسکاتلند. یه دونم توی اینستاگرامه که سارگل شاپ اسمشه برای بچه ایران، یعنی ارسالش از شیرازه. من بس فرستادم شیراز، از اونجا ارسال میشه برای بچه ها. یه موقع یه گلی میذارم مثلا میگم لادن قناری یا سیاه چش یا یه سری چیزایی هست که ندیدین ایران، اونا رو میتونین تهیه کنید. توی دیسکریپشن میذارم، میتونید برید وارد بشید.
نباشم این دور تندی که شما دیدی در 1 دقیقه است چقدره؟ 2 ساعت و نیم من گیرش بودم. تقریبا همه جا رو جمع و جور کردم. محمدم داره اون ور خونه رو مرتب میکنه. خلاصه حسابی مشغولیم دیگه. خورده این خاکا و این چیزا مونده اون گوشه سنگینه، اینا باید محمد جا بودش دیگه. همینا با یه عالمم کار داشتم توی این حوض. یه سری گل خفن پیاز و اینا هست بیشتر در نظر گرفته بودم برای چیدمان این حوض که متاسفانه هنوز وقتش نیست. من با رو نگه دارم. گفتین که پلاستیک بنداز، پلاستیک بندازیم. اگه پلاستیک بندازیم فکر کنم تا بالاش میاد. من نمیتونم گل بکارم، ولی مشکل اصلیم اون علف گنده هاست که ریشه خیلی عمیقی داره. نمیدونم چجوری در بیاد متاسفانه، وگرنه حوضم کاری نداشت. یه پلاستیک میکشیدی و ولی قلب سنگ. اینو بهتون بگم اگه ایران بود میرفتیم از لب رودخونه یه جایی میرین مردم میرن قلب سنگ برمیدارن فلان میکنن. اینجا اینجوری نیست واقعا، دمشون گرم. اینجا میری میخری، اینجا باید بری هر چی که میخوای و بخری. یه چیز دیگه هم میخواستم بهتون بگم راجع به این آشغالا. اجازه بدین من خسته که میشم توپق میزنم. همچنان محمد داره آشغال جدا میکنه. این آشغالای باغبونی رو میبرن، خب سطل مخصوص داریم بعد، ولی اینجوریه که نباید بهش خاک چسبیده باشه، نباید آشغال دیگه ای باشه، فقط گل و گیاه. بعد این لواشکای باغچه برای من دردسر درست کردن. اینجوری بود که من اونجا وایساده بودم لواشک جدا میکردم، خاکار جدا میکردم. دیدین که 3-4 تا ظرف بود، خاکا اینور، آشغالا اونور، گیاها اون طرف. چون که میخوام بازیافتش کنن، اگه مثلا ببینن توی ظرف آشغالی گل و گیاهی چیز دیگه ای هست، خب آشغال غذا رو هم میتونی بریزی تو اون. اگه مثلا ببینن پلاستیکی، خاکی اینا هست نمیبرن. آره خلاصه اصلا ما یه اوضاعی داریم، 7-8 تا ظرف آشغالی داریم. مثلا اینجوری بهتون بگم، شما اگه یه دستمالی، خب دستمال داشته باشی که روغنی شده باشه، شما توی سطل آشغال غذاییتون نمیتونی بندازی، توی سطل متفرقه باید بندازی. تو سطل متفرقه هر آنچه که نمیدونی کجا بندازی باید تو سطل متفرقه بندازی. آره یا حتی اینجوریه که تو پلاستیکای مثلا جلد چیپس که حالت آلومینیومی داره میره تو اون سطل مخصوص بازیافتی های پلاستیک و اینا، خب پلاستیک و شیشه و اینا. ولی جلد نون که حالت نایلکسه، خب اون میره تو سطل متفرقه. گیجتون کردم؟ نه خودم هنو گیجم. یعنی یه آشغالی میخوام بندازن نمیفهمم کجا باید بندازم. اینقدر اوضاع علیه. ولی خب باحال دیگه، آدم ریزیز همه چی رو یاد میگیره. خیلی فکرم مشغول این باغچه هست که شیب داره. واقعا گلایی که این لبه هست دچار تشنگی میشن، آب به خودش نمیگیره. نمیدونم باید چی کار کنم. تست باید بکنیم دیگه، ببینم چقدر دووم میارن این گلا. اگه دووم نمیارن تا یه مدت دیگه، مثلا 1 ماه دیگه، اگه دیدم همینجور دائما خیلی تشنگی روشون اثر میکنه، واقعا خالی میکنم این قسمتو، اون بالاتر لادن میکنم که اینجوری با شیب بیاد پای. اصلا یه اوضاعیه. درخچه ها که دائما تون این خوش میشه پاشون. این هورتانسیاه که اینجا هست، اون آزالیا که اونجا هست. باغچه خیلی مشکل داره، خیلی، 1-2 تا نیست. یه خورده استراحت کنم دیگه، بعدش برم سراغ کار بعدی. خب بریم داخل ببینیم محمد ها. وای نگاه چی کار کرد، دست درد نکنه. خیلی گنبول شد این کموده. البته اینا که رنگی باشه ایده بنده بود، ولی محمد جان اجراش کرد. خیلی خوشگل و گوگل شد مادر. اینم بهتون بگم این جارو همینجا بود، بعد خیلی جاروی احمقانه ایه. من گفتم کی دیگه از این جارو اینجا میذاره. خب
نگو این برای عنکبوته، برای تار عنکبوت و اینا هست. خیلی چیزی به درد بخوریه، قشنگ تا ته خونهشون میتوه میره. وای اینجا هنوز مرتب نیست. بشینیم هندونه بخوریم، بعدا بریم برای قسمت خوشمزه کار، کندن چسب. ایشالله که تر نزده باشیم. برو زدیم، تر زدیم. یه مقداری تر شده. بگیر اینجوری، بگیر بکش. این لواشه با چه شوری گرفته زیر او. تمیز میشه. گند زدیم که چسبو رفته، لاولوش رفته. نداره، ما که رنگ رز به دنیا نیومدیم، بار اولمون. حالا ترامونو درست میکنیم، ولی توقع داشتم تو ویدیو چیز جذابی سه اینجا چجوری چسب زدیم که از این لا اومده بیرون. خوبه با آب تمیز میشه. این برای تر بنده 2 تا چسب زدم. یک دو سه چسبو داره نصفه کنده میشه. فکر کردم خیلی یکی گند زدیم، ولی نه تا اومدم تعریف کنم یک گند اینجا ایجاد شد. خوبه هیچکی نمیبینه به جز بچه‌هایی که الان دارن این ویدیو رو میبینن. فکر کنم ترور تا سقف رفتیم. به اینجا خدا وکیلی کار تمیزی انجام شده. اجازه بدین چسبو چرا نصف نیمه کنده میشه. نمیذاره ما قشنگ حرکتمون رو بزنیم. خود لواشک بود. گلوله هم رنگ گلوله. بعد اینجا رو خیلی گند زدیم. خدا بگم چیکارت کنه، ترسیدم. 3 متر پریدم بالا، نگاه چسب رفته بوده رو دیوار. یا چسب رفته رو دیوار یا رنگ رفته روی پنجره. سقف فعلا تمیزه. جگرم حال اومد. چه تمیز شد، یک بود تمیزی میاد. اصلا اینجا که درست شد انگار خونه خونه شد. بذار نشونتون بدم. به 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 به، همه چی مرتب و منظم. یه فکر باحالی برای این گلدون شیشه‌ای دارم، بعداً اجراش میکنم. بعد دیگه این مبلم که دیدین
تخت میشه. یکی مهمون بیاد ما 2 تا مبل تخت شو داریم، یکی اینه یکی اون سفیده که توی حاله. وای کمد گنبولی من، کمد مال منه، این پر تخم و پر کودای بهبهی که جاشون تو حیاط نیست و یک سری عتبات. خلاصه خیلی تمیز شد. این توتوام رو خونه بودن، مال ما نیستن، خیلی بامزن. جاتون خالی 2-3 تا عنکبوت گنده کشتم. حالا حتما میرم سم عنکبوت میگیرم. بعد دیگه این ارکیده هام که همچنان هی برای خودشون دارن گل میدن. بیا گم شو برو بیرون، هرچی در رو باز میکنم نمیرن. بعد دیگه اینم که تموم شده بود دیدم یه دونه غنچه داده اینجا. دیگه کی بود؟ ها یه چیزی میخواستم بهتون بگم. اینجا که آفتاب میفته من باید حواسم باشه به این ارکیده ها، باید جابجاشون کنم، یعنی یه جا بذارم که آفتاب روشون نیفته. چرا؟ چون که اینجوری میشن. حواسم نبوده، ارکیدم به چخ رفته. در جریان باشین، یک جایی برای ارکیده هاتون انتخاب بکنید آفتاب مستقیم نیفته رو برگش. ارکیده به جابجایی هم حساسه، یعنی یه جایی کلا از اول بذارینش آفتاب مستقیم نباشه ولی نور خوب باشه، جریان هوا هم باشه، رطوبت که باشه دیگه همیشه گل میده بهتون. همیشه که منظورم اینه که چندین ماهی میافته رو گل. الان این از کی بوده؟ از 2-3 ماه پیش همینجوری غنچه ها شروع شده هی دارن گل میدن. مال پارساله، مال امسال هم نیست، هیچ کودی هم بهشون ندادم. اینا رطوبت میخوان دیگه. همین خلاصه که اینجا که مرتب شد اصلا جیگرم حال اومد. حالا یه دور دیگه باید تی بکشم، هی مجبور بودم وسایل جابجا کنم، هی تی پشت اون بکشم دوباره بیام این ور بکشم، اینجوری مزه دلم نمیده. مجبور بودم دیگه، نمیشد جایش ببرمشون، ولی دوباره یه تی اساسی بکشم. خیلی بود تمیزی میاد خیلی. آها یه سفارشی دادم، نمیدونم کی میاد. شمدونی، خوراک این کانزرویتوری شمدونیه. حالا وقتی رسید با هم دیگه گلدون درست میکنیم. خلاصه اینم از امروز. تمیز کردن خونه همچنان ادامه خواهد داشت دیگه. من همینجا ویدیو رو تموم میکنم. مرسی تا اینجا همراه من بودین امروز. ماچ بهتون. ویدیو قبلی ها رو نگاه کنین اگه ندیدین و خداحافظ.